خب دوستان عزیزم، این فنمون است. یه فن 220 ولت با جنس آلومینیوم که مخصوص دستگاه جوجه کشی هست و باد خیلی مناسبی داره برای دستگاه. این هم محافظ فن هست که من حدود 55 سانت المنت سیلیکونی 10 اومی وصل کردم به این که از اینجا هلال شده و اومده اینجا. 12 ولت هم هست. شما میتونید به اندازه 220 ولتش بگیرید و دور تا دورش کاملا بپیچید که اینا پر بشه و برای 220 ولت بتونید استفادهش کنید. یه مقداری پیچ و مهره نیاز داریم برای مونتاژ کردن فن روی درب دستگاه که ما میایم اول قسمت المنت رو جلوی فن میذاریم و شروع میکنیم به بستنش. اول همین شکلی که دارید میبینید پیچ‌های بلند حدوداً 7-8 سانتی رو دارید. لازم اندازه رو بگیرم، نمیدونم چند سانته، بله 8 سانتی. پیچمون 8 سانتی هستش و جهت باد این فن هم اگر نمیدونید سمت برچسب فن هستش. کلا بیشتر فن ها به این شکل هستن، یعنی قسمتی که باد میزنه سمت برچسب، معمولا سمتی که باد میزنه رو برچسب میزنم که معلوم باشه که مورد بسته بشه روش گیر داره. یکی دیگه رو فعلا ببندیم. خب الان در حال بستن اینو هستیم و بچه ما چند تا وسیله دیگه نیاز داریم. یکی موتور دستگاه جوجه کشی هست که یه موتور معمولی گردان پنکه هم میتونید بگیرید، اما سعی کنید یه موتور بگیرید که هر 2 ساعت یه دور بزنه، مثل موتورهای دستگاه جوجه کشی اسکندری. یه لحظه. خب ادامه کار. موتورهایی که شرکت اسکندری داره هر 4 ساعت یک دور میزنه، دقیقا مناسب کار ما هست. من میخوام از تایمر استفاده نکنم، واقعیت بگم، که هم تخمه آرومتر بچرخن، همیشه در حال چرخش باشن و اینکه دیگه نیاز نیست یه خرج الکی هم واسه تایمر کنید. هم قدرتش بالا هست این نمونه موتور و هم بیشتر برای جوجه کشی مناسبه تا باقی موتورها، مثل موتورهای گردان جوجه گردان و اینا. اگر هم خواستید استفاده کنید نگاه کنید. الان من یه موتور اینجا دارم، موتوری هست که هر یک دورشو 2 ساعت طول میکشه تا یه دور بزنه و اینکه دست تو هم هست. ولی خب شما میتونید به جاش موتورهای گردان پنکه بگیرید که روی تایمر باد بس کنید. با یه تایمر جدا از ترموستات که استفاده میکنید، به ضرورت اگه ساموان داشته باشید مثل من، دیگه نیاز به تایمر هم نیست، چون رله 2 ساموان خودش تایمر هست. خب و رله 1ش همون دماسنج و کنترلر دمای ما هستش که هم دقیق تر از کنترلرهای دیگه هست و هم بهتره نسبت به اونا. البته شما میتونید W1209 هم بگیرید و استفاده کنید، اما من اینو داخل خونه داشتم و گفتم از همین استفاده کنم بهتره. سفتشون میکنید مناظر کافی. بسیار عالی و تمیز. خب دوستان، تا اینجای کار که دارید میبینید فن ما آماده شده برای نصب کردنش داخل سقف دستگاه. دقیقاً وسط در دستگاه رو که ما اندازه گیری کنیم، این باید بره جا و تا اونجایی که میبینیم نیاز داخل PVC بره رو میذاریم داخل، یعنی داخل PVC که رفت کلاً به اندازه یه مهره بره بیرون، باقیشو باید داخل نگه داریم. مثلا 1.6 میل حدوداً اینقدرش باید بره داخل و 1 سانت باید با سقف فاصله داشته باشه فن ما که اینجا جا داشته باشه و هوا رو بتونه بکشه داخل و از اینجا بده بیرون. خب الان دیگه نیازه که ما بریم ریل تخم مرغ دستگاه بیاریم، آماده کنیم و نصب کنیم روی دستگاه که نیاز داریم به یه مقداری داکت. البته این کمه ها، مقدار اضافه اون داکت هست. 2 تا 33 سانت طبق اندازه هایی که من زدم میشه. اگر دقیقاً مثل باکس پارت 1 مثل باکس پارت 1 درست کرده باشید با همون اندازه ها، 2 تا داکت 33 سانتی ما نیاز داریم. البته بهتون بگم داکتی که میخواید برید بگیرید بگید سایز 1 میخوام و اینجوریش هم سعی کنید همون
نیم سانت باشه، 1 سانت باشه، سایز 1.5 این 1 یا 1.5 جفتش به دستگاه میخوره. حالا من تا برم چارچوب دستگاه رو بیارم بهتون نشون بدم. خب دوستان من این چارچوب دستگاه هست که تخم مرغ قرار داخل اینجا بگیره. 2 عددم داکت 33 سانتی بهتون گفتم برش دادم، دقیقاً اندازه هم دیگه هستن. اگه معلوم باشه داخل ویدیو، برای داخل دوربین معلوم باشه. بعد اندازه اینا رو الان بهتون میگم چجوری اندازه بزنید. نگاه کنید قسمت کوتاهش باید یه کوچولو بیرون‌تر از اونها باشه. و چرا بهتون میگم. من بذارید من اندازه رو براتون اندازه گیری کنم و هم بنویسم و بگم بهتون. بذارید من اندازه رو تنظیم کنم. اینجا 27 سانت حدوداً، بله 27 سانت دقیق، و در چنده 2 تا 27 در 3.5 که میشه این و این، و 2 تا 20 در 4.5، 2 تا 20 در 4.5 که میشه این و این. اندازه رو براتون مینویسم. خب داکتایی که نیاز داریم و واسه چی میخوام؟ 2 تا ریل ما نیاز داریم که این وقتی داخل دستگاه هست بتونه روشون حرکت کنه، چون اگه کف دستگاه باشه باعث میشه این ور اون ور بشه. اینا هم که ما بیرون تر زدیم واسه همینه که بره روی ریل. ما ریلمون همین 2 تا داکتمونه، 2 تا داکت 33 سانتی. حالا چرا 33 سانت؟ داخل دستگاه محفظه دستگاه 33 سانت، طول و عرضش 33 سانت. این 2 تا رو به این شکل کف دستگاه، یکی دقیقاً به گوشه دستگاه و یکی اونجایی که میبینید چارچوب باید بیاد روش، نصب میکنید که اینا روی این جلو عقب بشه، همین زیبایی. خب حالا بریم اینا رو وصل کنیم داخل بدن دستگاه. من بدن دستگاه رو بیارم داخلش بهتون نشون بدم. خب دوستان عزیزم اینم از داخل باکسمون که 2 تا دونه داکت داشتیم، یه دونه از داکتا به این شکل که بعدش این چارچوبمون میاد روش و سپس به این شکل همین زیبایی باید تکون بخوره داخل این ریل. حالا بعد ما اینجا یه موتور نصب میکنیم که این خودش به صورت اتومات به چرخونه، جلو عقبش کنه. خب فعلا ما باید جای داکتا رو محکم کنیم. یه خط کشی من اول انجام بدم که داکتا رو بدونم کجا و چجوری باید نصب کنم. خب حالا این قسمت ما میشه سترمون، این قسمت که خالی هست میشه هچرمون. یعنی ما هر چند تا تخم مرغ در روز در هفته داشته باشیم میذاریم داخل این و برای 3 روز آخر انتقالش رو میدیم به این طرف. اینجا قراره طوری کشیده بشه که جوجه نتونه به اون ور بره. خب اینجا در داکتمون رو باز میکنیم و به همین راحتی اینجا قرارش میدیم و پیچش میکنیم. 2 تا دونه پیچ 1 سانتی، بسیار ساده و راحت میشه نصبش. ای بابا خب دوستان عزیزم ما اینو به همین شکل میاریم و دقیقا روی خط نگهش میداریم و پیچش بکنیم به همین راحت و زیبایی. اون ور کارم به همین شکل پیچش باید بکنیم. خیلی دقیق اول بچه تنظیمش کنید. اگر کامل دقیق تنظیم نشه احتمال داره که اصلا بد بچرخونه. خب اون وجه هم دقیقا به همین شکل نصبش میکنیم و دقیقا به همین شکل. اگه صدای بچه هم میاد من معذرت میخوام، داخل خونه دارم فیلم میگیرم و خانواده هستن داخل خونه. اگر صدای میاد ببخشید دیگه. خب من روش نصب میکنم. تکون خوردنش رو ببینید. شما این از جای پیچه رو عوض کنه، وسطش خم افتاده، پیچه فشار آورده بهش. خب اینجایی که سوراخ میشه اصلا نگران نباشید. اینا قراره که در پوش میاد روش، مهم نیست. من اینجا نصب شد و
ما میایم اینجا در پوشش رو به این شکل از یک طرف میکنید، از این طرف مثلا میدادیمش جا و میدادش رو با فشار جا میدازیم. من کاملا جا رفت و تکونم نمیخوره. من دوباره من ری رو جا میزنم، اون برای قشنگ ببینم چجوری جایگذاری شده. میشه جلو و برش. خب هم زیبایی. راحت تکون میخوره. من اولی هم نصبش میکنم، دوباره میام ادامه ویدیو. خب دوستان عزیزم، اینم کاملا نصب شد و ریدم من کاملا جایگذاری و تمیز تکون میخوره. فندمونم به همون شکلی که گفتم داخل سقف دستگاه من نصبش کردم از قبل که بذارید من دستگاه رو بیارم پایین دوباره ادامه چیزو بگم. خب دوستان، این ریل داخل دستگاه، این فندی که ما نصب کردیم. پشت دستگاه قسمت فن معلومه، قسمتی که پیچه فن رفته و نمال الیمنت و بند وسطاش. دوستان حالا نگاه کنید، من دیگه نمیخوام ویدیو رو خیلی طولانیش کنم، بهتون توضیح میدم چه کار کنید. یه دونه باکس ما میخوایم واسه جاگذاری ترموستاتمون که اون ما میتونیم با پی وی سی به هر شکلی که دوست داریم خودمون بسازیمش. من اونو میسازم، من داخل ویدیو نمیخوام بذارم که ویدیوام خیلی طولانی بشه. و اینکه سیم های اینها رو، سیم این و فنمون رو با هم دیگه یکی نباید بکنیم. 12 ولت هستش و این 220 هست. فنمون رو جدا سیمش رو از این کنار سوراخ میزنیم میبریم بالا، که از این کنارا از اینجا رد میکنیم، یه سیم واسه این نصب میکنیم میبریم بالا. یه دونه آداپتور 12 ولت هم میخوایم که داخل پارت بعد میگم برای چی. و سیم کشی هم داخل پارت 3 هست. سیم کشی و تکمیل کل دستگاه داخل پارت 3 ویدیو هست که دستگاه جوجه کشی کاملا تکمیل میشه، یک روزم تست میشه و در پارت 4 ان شاءالله با هم دیگه تخم مرغ میخریم یا تخم مرغای خودم داخل دستگاه میذارم و برای تست دستگاه استفاده میکنیم و پارت 4 رو میذارم. از 21 روز جوجه کشی داخل همین دستگاهی که دارید میبینید فیلم میگیرم و میذارم داخل کانال. برای دیدن پارتای بعدی لطفا ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره، خیلی بهم کمک میکنه که کانالم دیده بشه و بتونم ویدیوی بیشتری بذارم در مورد دستگاه جوجه کشی و ساختن لوازم باحال و الکترونیکی. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. خدا نگهدار.